قرمه کچلی و دیگه فعلا نمیده. بله گوشت هم داره دیگه نداره، کچلی داره دیگه. بله گوشت نیه اما خوب دیگه یک پوری نرمی پورگه که داره نیه دیگه بیننده عزیز گفت بزن. بسیاری از مردای افغانستان از زنها خو میترسه، از زن خو میترسی یا نه؟ بحث ترس نیه، بحث احترام گذاشتن. خیلی عالی، من منتظر همچین جواب بود. تفاوت قیمت شهر در یک کیلوی میوه مثلا سیب در پشت زرغون چقدره؟ همراهان عزیز سلام و وقت شما بخیر. با یک دیگر از برنامه‌های دیدنی کانال هرات پامیر با همکاریم تصمیم گرفتم با ولسوالی پشت زرغون ولایت هرات بیاییم. آمدم تا از بازاری ولسوالی پشت زرغون دیدن نماییم، دکانا را، فرهنگ مردم کلن به تصویر بکشیم و خاطراتی که اگر داشته باشیم تازه بسازیم و اگر خاطراتی هم نداشته باشیم میشه که متوجه شویم که در پشت زرغون چی حرفا و چی گپا و چی فرهنگ است. با ما همراه باشید. بیننده‌های عزیز ما شروع میکنیم تا بازار پشت زرغون به نمایش بگذاریم و در قسمت اول طبقی که به تصویر میبینیم میوه فروشیه و چقدر در بازار پشت زرغون این میوه ها همونطور درخشان و پاک و منظم معلوم میشه. فکر کنم قسمتی از عمده میوه فروشی های در پشت زرغون ببینیم که همراه یکی از همین دکاندارا اگر باشه همراهش صحبت کنیم و ببینیم که این میوه ها را از کجا میارن، آیا از شهر میارن، از کدام جای دیگه میخرن و بعد از این میریم بخش های بعدی بازار را به تصویر میکشیم. طبقی که توضیح دادم گفتیم که قسمت اولی برنامه را بخش میوه ها توضیح دادیم، بریم ببینیم که این میوه ها را از کجا میارن و چقدر منظم و پاک گذاشته ولسوالی پشت زرغون ولایت هرات. با دکانداری از صحبت میکنیم ببینیم که چی گفتنی های دارن. ماشاءالله بر علاوه از که میوه فروشیه یک فروشگاه خوب و منظمی هم هست. سلام، وقت شما بخیر. قربان شما، بخیر باشین. نام شریف؟ عبدالکریم. اگر اشتباه نکنیم صاحب دکانه؟ بله. خیلی خوب. میوه از کجا میارن؟ میوه از شهر میاره. از شهر میدان بار؟ بله. خیلی خوب. تفاوت قیمت شهر در یک کیلوی میوه مثلا سیب در پشت زرغون چقدره؟ میوه مثلا از به 35 میخریم، به 40 میده. 5 افغانی فایده میده. بله. هر نوع میوه ای دارین؟ بله، انار، سیب، کیوی، همه چیز است. خیلی خوب. دکان کرایه میدین؟ نه، خودمانه. خود شما نه؟ معمولا دکان های بازار پشت زرغون کرایش تا چه اندازه است؟ این پلو 8000 کرایه نه. 8000 افغانی. بله. خیلی خوب. چی رقم کاروبار سودا؟ کاروبار خوبه، نسبتاً به سالا جلو کمتر شده سودا معامله خوبه، شکر. دکان خود آدم باشه خوب میصرفه. تمامی لوازم و اجناس اینجا که دارین اینا هم از مو عمده فروشی ها فکر کنم از شهر میاریم. از شهر میاریم، از اینجا میستونیم. اینجا هم عمده فروشی است؟ بله. با خودی بازاره؟ خود بازار. بله. حتما بیننده‌های عزیز اگر شد فرصت عمده فروشی را ما به تصویر میکشیم. ممنون، تشکر. زنده باش. بخیر باشین. همراهان عزیز همراه ما باشین تا بازار پشت زرغون ذره به ذره بر شما به نمایش بگذارم. خب بیننده‌های عزیز طبقی که او برادر ما گفت در بازار پشت زرغون عمده فروشی های هم هست که توسط از این عمده فروشی به دکان های کوچکتر مال داده میشه و باز اونا فکر کنم پرچون میفروشن. ما میریم به یکی از دکان ها و یا فروشگاه های عمده که به دکان های کوچک همو مال دوزی میکنه. ببینیم که چی قسم هست فروشات، چه قسم، آیا راضی هستن یا نیستن.
سلام، وقت شما بخیر. سلامت باشین، شما خوبه؟ قربان شما. اسم شریف؟ اسم بسیره. بسیر احمد. خیلی خوب. عمده فروش؟ بله یا تقریبا بله عمده فروشی. با اعظمی خود ولسوالی پشت زرغون؟ بله یا ولسوالی پشت زرغون. بله. چند وقت میشه اینجا عمده فروشی دارین؟ تقریبا شاید 10 سال باشه. یعنی شما در کل به دکاندارای اینجا مواد میدین؟ بله یا بیشتر به اطراف میده. با اطراف منطقه دیای بالا پین تقریبا. یعنی اگر مشتری در این دکان شما داخل شه در این فروشگاه پرچون نمیفروشین؟ چرا پرچون هم میده به قیمت عمده؟ بله یا اون تقریبا به قیمت دیگه به دکانا دیگه فرق میکنه، مناسب تر میده ما. بله یا چه قسم فروشات مشتری اینا داری؟ بابت به دیگه سالا حال کمتره دیگه. کمتر شده؟ بله یا 100%. مثلا وقتی سرما میشه، زمستان نزدیک میشه، خزانه، آیا مواد شما در کل تغییر میکنه؟ بله یا سودا کمتر میشه، ها دیگه بار با کم میکنه. خود ما بار که فروش ما کم میشه بازید کم میکنیم باره. سوال اقتصادی میخوام پرسان کنم. روزانه چقدر عایدات دارین؟ به خدا بستگی داره دیگه. بعضا یک هفته که هست سودا ما بیشتره، یک هفته سودا کمتره. طبق معمول؟ طبق معمول شاید یعنی بسیار کم خوبه دیگه. بسیار بعض وقت سرما که میشه یعنی روزمره احتمال داره می پول شاگرد و خود ما بیشتر نشه. بیننده‌های عزیز، قربانش سلامت. بیننده‌های عزیز، عمده فروشی ولسوالی بزرگ پشت زرغون که ولسوالی پشت زرغون نام داره، آوازه داره. امروز طبقی که گفتم با همکارم تصمیم گرفتم که کلی ولسوالی پشت زرغون و خصوصا همو بازار رو به تصویر بکشیم. یکی از نمایندگی‌های بزرگی بود که به تصویر کشیدیم و همراه جناب صحبت کردیم. در ادامه برنامه نقاط مختلفی ولسوالی پشت زرغون به تصویر میکشیم. با ما همراه باشین. تشکر از اینکه همراه ما مسابقه کردید. یار باشه، موفق باشه. اگر کامپیون میبره بیننده داشت. یک جان تشکر، موفق باشه. با ما همراه باشین. بیننده‌های عزیز، در ادامه برنامه بازار پشت زرغون یک نونوایی کاملا یک اسمی خاصی داره، نونوایی پنجه طلا. ما بریم ببینیم که پنجه های از این طرف از طلای چی داستان داره پنجه طلا. بریم ببینیم چی گپه و همچنان هم پخت از اینا را سعی کنیم. قراره که بازار پشت زرغون در کل به نمایش بگذاریم. سلام، وقت شما بخیر. چلا بخیر؟ ساعت خوب ان شاء الله. اسم شریف؟ عبدالناصرم. در این هوای تقریبا سرد شده هوانه، این کار و مسلک شما فکر کنم جانه نه؟ جا شما خیلی بله. ما پیش از این که برم روی سوال دیگه، من توجه مرمی نام نانوایی شما جلب کرد بخو. نوشته نانوایی پنجه طلا، چی داستان داره این نانوایی پنجه طلا؟ یک خلیفی داره خیلی مبارک، اسم خلیفه سیراج عطیه به شهر نانوایی داره. اونجا با چند شعبه داریم. یک از شعبه ما اونجا، یک شعبه دوم با این جگاه به شهر یک شعبه. شهر بله، به جاده فرنگ. بعد از این که هست باز یک خلیفی داره به نام وحید احمد برار خلیفه سیراج. این دو نفر از بس که نخون فکس میکنم، از بس که کار از اینا تایید، تمام همین نونوا برای از اینا پنجه طلا میگفتن. داستان داشته پس. این امی پنجه طلا بم روی هر نونوایی که ما میگذاریم هسته، اسم همین نونوایی خب پنجه طلا میگذاریم. امیدوارم که پنجه همه شما طلایی باشه. خواهش میکنم. ماشاءالله از امی دیدن همین نان شما طبقی که بیننده عزیز ببینین به تصویر، واقعا مت یک دیزاین و مت یک مقبولی خاص به خود خدا را و احساس میکنه که واقعا طلا هست. 50 از اینا از طلا جور شده. در ولسوالی پشت زرغون نونوایی و لذت میبرین؟ بله خیلی زیاد. شکر مردم اینا همه مردم دیده هم، دوباره نون شناس هم، بله نون خیلی دوست دارم، نون تمیز و پاک باشه میام میبرم. در کل چند مدل نان پخته میکنن اینجا؟ تقریبا حال فعلا 4 مدل پخته میکنه، ولی کسب کاسبی خوب وارد بلده. خیلی خوب. روزانه چند بوجی به اصطلاح عامیانه گپ بزنم، چند بوجی پخت دارین؟ فعلا کوالی که بازار کمه چه سر 2 بوجی هست، 2.5 بوجی میشه. بله تا 2.5 بوجی میشه روزانه. اما وقتی که شما کار شروع میکنیم ساعت چنده؟ تقریبا ساعت حال فعلا 6 بوجی. ما مثلا وقت نونپزی وقت کار ما شروع میشه ساعت 6. درسته؟ صبح. خب و چند بجه تعطیل میکنین کار؟ تقریبا آزان گفتن 6 بجه با تعطیل میشه طرفشه. خیلی خب. راضی هستین؟ بله شکر خدا. کدام پیامی اگر ببیننده داشته؟ سلامتی خیر ببینید. تشکر هستی که به ولسوالی پشت زرغون تشریف آوردین. خیر ببینید، سلامت باشین. سلام زیاده باشین. بیننده عزیز،
فرهنگ خود دوست دارم. زنده باد افغانستان. سلامت باشه. ادامه برنامه با ما همراه باشید. بیننده‌های عزیز، در ادامه برنامه بازار پشت زرغون نونوایی رفتیم و اون نونوایی تنوری هم از خود داره. نه دقیقاً تنورها هم اینجا ساخته میشه. اینقدر تنورای مقبولی هست. من اول فکر کردم کوزه آب در کوزه و ما توش نلبان میگردیم. حالا ببینیم که این تنورا چی تو جور میشه، کی جور میکنه. همینجا یک کاکا خو هست، برام ببینم. جو ماشاءالله بفرماییم نان بخوریم. سلام کاکا جان. چی حال؟ تیاریم صاحب. خیرین باش که من یک طرفی استاشم که به تصویر بیایم. خوب هستین کاکای گل من؟ الحمدلله چکر فضل خدا. بیا خدا نان بخوره. تشکر نوش جان شما کاکای گل من. این تنورا رو شما میسازین؟ این تنورا نه، تنورا از شهر میارم اینجا. بله اینا رو از شهر میارم اینجا. من اینجا دکانه گانگری دارم. من پلی ازی با 4 تا تنور غریبی کنیه، کار کسم کنیه. انا 4 تا تنوری هم میارم اینجا مقدار میفروشی. می تنورا در کل به نانوایی میفروشین یا نه به خانه؟ به خانه والا میفروشیم. بله خانه والا. تنورا شاید قیمتاش هم متفاوت باشه دیگه. بله قیمت از اینا از 500 600 700 400 300 800 1000 نمیته فرق میکنه. آخرین قیمتی چنده؟ آخرین قیمتی یعنی 1000. 1000. بله کلان بالینا خورده کلان داره. کاکا جون شش تو اینجا میارین؟ اینا رو با موتر میاریم. اینا رو از 4 باغ فریزه میارم. اگر یک دونه مثلا به مسیر راه بشکنه دیگه توان میکنه. اگر بشکسته که بمیجم میشکنه دیگه، بشکست توان خود میکنه دیگه. بله با 4 5 تا بفرشیم توانی اگر بپیشه. خود چکار کنیم؟ با افغانستان کو غریبی نیه دیگه. برادر دیگه چیکار؟ چند وقت میشه کاکا جان اینجا همین کارو کسبیر دارین؟ کسبی کو همی هر روز که خوریات میدم کسبی دارم. انا باز می تنورار که میشه ممکن در 12 سال بشه که من شهر میارم. خانه کجای کاکا؟ خانه به می گیمم. به نزدیک بازارم. بله همین صبح میان تا شام همینجا؟ صبح میایم ما تا نمازگار شام هر وقت باشه اینجا هستیم. بله غذا از بیرون میخرین یا از خانه میارن؟ از بیرون میخرن. میخرین؟ بله چی خریدین امروز؟ همین قرمه کچلی و دیگه فعلا نمیده. بله گوشت هم داره؟ دیگه نداره، کچلی داره دیگه. بله گوشت نیه؟ اما خوب دیگه یک پوری نرمی. یک پورگه که داره نه؟ دیگه ببینید عزیز کاکا قراره دیگه نان چاشت بم داخل دکان زده میخورن و ما را هم تکلیف کردن که ما فعلا وقتی نان نی از ما تا امروز هم کارا باز بخیر نان بخوریم. تشکر کاکای گل ما که امروز ما مسابقه کردین. هزاران نفر قرار شما رو ببینه. زنده باشی. و شما گفتین که در کنار از این تنور فروشی شما اینجا کسبی هم دارین که فکر کنم به اصطلاح عامیانه بگم آهنگریه، درسته؟ بله کسب که اینجا چی جور میکنین شما در کل؟ اینجا توقات منگال تبر تیشه یعنی میته چیزا تبر و تیشه و منگال و چاقو میته چیز کار دقیقانیه. خیلی خوب کاکا در کل هم از تنور فروشی و هم از این کسب و کار خود که عبارت از آهنگریه روزانه چقدر درآمد داری؟ این تا کاریه که به ما تا حال ثابت نشده. هر چی که الله حواله کنه هم چیزی که همی الحمدلله دست ما دراز نمی ارحمتر هم خور میشیم با 10 نفر فامیل. الهی شکر. همین میشه خدا. الهی شکر. بی افغانستان ما همینه دیگه، بیشتر نیه دیگه. کاکای گل من اگر کدام پیا میبره بیننده داشته باشید دیگه پیام ندارم. خدای تعالی هم بستگی و هم دلیل به تمام برادرای مسلمان به حق برادرای مسلمان دعا کنین که خدای تعالی اسلام سرفراز و سربلند داشته باشه. الهی آمین. بخیر باشین کاکا جان. تشکر. وقت شما خوش. بیننده‌های عزیز ادامه برنامه با ما باشید. بیننده‌های عزیز در ادامه برنامه پشت زرغون و بازار پشت زرغون که ما قراره که همه جا رو به تصویر بکشیم آمدیم در یک روخ بازار و توجه ما یک بخش امنیتی جلب کرده باشه. بریم ببینیم مسابقه میکنن در بخش امنیت از اینا سوال بکنیم. السلام علیکم، وقت شما بخیر. برادر جان شما جور خیریت و قربان شما بخیر باشین. اسم شریف کاکا جان؟ عبدالله. مسئولیت؟ سربازیم برادر. سرباز پشت زرغون. از کجا هستین اصلی؟ خودم پشت زرغون هستم. خیلی خوب. کاکا جان چه قسم امنیتی بازار پشت زرغون در کل؟ الحمدلله خوبه، زیاد خوبه، امنیت است. الحمدلله چک پین داریم، گزمه داریم. روز ایماره شد الحمدلله، فضل رحمت خدای پاک کل مردم روزی است. از ایماره شکر فضل خدا. خدمت مسئولان رو میکنیم،
گزمی خود داریم، چک پین خود داریم، خواهنای مردم ها روز و شومی نداره. به این بازار 24 ساعت مجاهدین ساده الحمدلله و کسی شکر گپ و گفته هایی نداره. همه سولا غریبی فقیری دارم، سر فقیری خونن که ندارم صاحب. هر کس روی میره بخونه نگاه میکنن. کوکا جان در کل 24 ساعته خدمات امنیتی و شهر و اینا هست؟ 24 ساعت همه الحمدلله است، دائم الحمدلله است. همین اکنون که شما هم اینجا این چی مسئولیتی دارین در اینجا؟ این آدمی دارن که گاه وقت اتاق بریم میشیم میان شهر تیم بازار میزنه کسی جنجال چیزی نکنه ها اینا نکنه مردم ام باشه دیگه باشه. اگر عیانا در بازار جنجال موضوع چیزی باشه شما اونا رو میبرین؟ اگه حل شد که حل شد نشد رو میکنیم ولی سولی میبریم پیش خاندان صاحب میبریم. هزاران نفر شما رو میبینه. کدام پیامی اگر داشته باشین؟ هیچ پیام شکر نداریم. سلام براتون کل برادر. آرام باشید. بینندگان عزیز طبقی که از یکی از نیروهای امنیتی امارت اسلامی افغانستان سوال مطرح کردین و اینا پاسخ دادن. امنیت واقعا پابرجایه و ما ادامه میدیم برنامه بازار پشت زرغون. همراه ما همراه باشین. تشکر. بخیر باشین. در ولسوالی پشت زرغون بس کنیم این دریور رو پرسان کنیم که می کرایه چه قسمه به شهر برنی. سلام وقت بخیر. سلام علیکم اونده نباشه. تیار هستین؟ شکر سلامت باشه که خوشم آمده سوچه ایراتی گپ بزنم. ایشتن مرور جو. تیار خوشحالین خیریاته. شکر بخیر باشین. چه کار میکنین؟ آنه مصرف این کاروباریم برو. همین متربون اینا؟ بله ها. به شهر میبرین؟ بله ها. خب کجای ایستگاه آخر شما به شهر؟ ایستگاه آخر ما نمبر 1 و اسپینادی. ایستگاه اینجا شما همینجا؟ ایستگاه اینجا از بالاتر هم باز ما میریم از بازار. کرایه چنده؟ کرایه قانونی و 120 روپیه. 120 افغانی میگیرین پوسته نمبر 1 میبرین؟ بله ها. اما دکه کاسته او به چندیه کرایه؟ او 50 روپیه. 50 روپیه؟ بله ها. چند نفر مسافر میگیره داخل ازی؟ مسافر قانونی کلالا مگر یکی به جلویشون این 100 تا اینجی ولی با لطف خدا اینجا 2 تا اینجی میشونیم 4 تا اینجی میشونیم 4 تا با دکه. قانونیه که شما جور کردین؟ قانونیه که ما جور نکردیم. قانونیه که کرایه ما قبل ازی امارات بود به 30 روپیه چالانی میدادیم. حالا 200 چالانی میدیم. تل مینداختیم به 30 روپیه حالا میندازیم به 74 روپیه. خانه کجا عزیز من؟ خانه از بازار با بالاتر. می پشت زرغون زندگی؟ پشت زرغونه ولی عروسی کردی؟ بله ها. چند دفعه؟ یک دفعه. جدی؟ بله ها. الان داره کدوم عروسی دیگه هم برو اندازی یا نه؟ رمیه که بحثه. چرا؟ از هم زندگی که رزی بشه یکی دومش چکار کنی؟ یعنی از زندگی کاملا روزی؟ یعنی رزی دیگه اون 100%. چند وقت میشه عروسی کردی؟ 3 سال میشه. 3 سال میشه؟ بله ها. تو کدوم وقت شده مثلا مسافر ببره به شهر؟ خیلی نوقت بیه مثلا 10-11 بجه شو شده باشه ترس نری به خونه و داخل موتر خواه شده باشی؟ نه احتمال پیش نماده. گفت بزن بسیاری از مردای افغانستان از زنها خو میترسه از زن خو میترسی یا نه؟ بحث ترس نیه بحث احترام گذاشتن. خیلی عالی من منتظر همچین جواب بودم. بحث حالیه که مثلا میبینی 10 بار تو یک چیز به حرف زن میکنی یک دفعه که تو به حرف زن میکنی میگم فلانی از زن خو میترسه. این ترس نیه همون قصدی احترام متقابل. اون زر که تو از توقع داری و هم از تو توقع داره. زندگی مشترک میگم بیزی. از صبح تا شهر هم رفتین؟ بله ها. چند پیره؟ برفتم و بیام آدم. باز قراره که یک پیره 2 پیره دیگه؟ اگه خواست خدا و شاید بریم دوباره پس برگردیم. خیلی خوب. و تو وقتی شده که بدون هیچ مسافری بری؟ ما به 70 روپیه هم از همین جا که میشتم 60 کیلومتر رو به 70 روپیه هم برفت. تو وقتی شده از اون طرف هم بدون مسافر؟ ها خیلی وقتا پیش اومد. یعنی توان دادی. بخیر باشه لالای گلم. تشکر. با ما همراه باشین. بینندگان عزیز به قسمت پایانی برنامه رسیدیم. کوشش کردم که قسمت‌های مختلفی از ولسوالی پشت زرغون و خصوصا همون بازاری رو به تصویر بکشم. اگر شما خاطره‌ای داشته باشین در این کوچه‌ها و پس کوچه‌های بازاری پشت زرغون امیدوارم تازه شده باشه. طبق روال گذشته لوکیشن های در ولایت هرات مشخص بسازین زیر کامنت بنویسین برادر حقیرتان به خدمت و او را به تصویر میکشه. تا برنامه بعد بدرود.